سلام دوستای عزیز، امیدوار و صحتمند باشید. دوستای عزیز، به تعقیب ویدیوهای قبلیم که در مورد تسکای پریمز به شما به نشر سپردیم و معلومات راجع به وظایف و تسکای پریمز براتان دادیم، امروز میخوایم باز هم معلومات در مورد وظایف و یا تسکای پریمز به شما ارائه کنم. شب گذشته، یعنی تاریخ امی 13 فوریه که شروع شده، باز هم سوالات از طرف شب ثابت بود که از طرف شب آمد، ولی از طرف روز، یعنی از صبح ساعت 6 بجه الی 8 بجه که بود، سابق راز ساعت و یا نیم ساعت، مثلا 6 6 و نیم 7 7 و نیم 8 می آمد. بعد از او یک چند روز روزای قبلی سوالات نامد و یا هم سوالات در اوقات مختلف آمد، ولی امروز هم میخوایم که همین معلومات را به شما ارائه کنم. باز هم ساعت 10 شب سوالات باز هم دو سوال آمد. بعد از او ساعت 11 و 12 هم یک سوال آمد و ساعت 12 خود 2 روپگی هم همراهش اضافه شد. ولی اوقات اساسی سوالات در شب از ساعت 2 شروع شد، ولی ساعت 2 شب سوالات اساسی آمد، یعنی 2 بجه بود، 2:10 بود تا 12 دقیقه دیگه سوالات آمد. بعد از او 2:18 دقیقه تا 23 دقیقه دیگه بخش سوالات آمد. بعد از او 2:48 الی 52 بود که سوال آمد. بعد از او راست ساعت 3 آمد. بعد از او 3:10 الی 3:12 بود. با 3:18 الی 23 با سوالات آمد. بعد از او ساعت 4 بجه هم سوالات آمده مثل اینمی تایما. یعنی اگر شما میخواین که اوقاتش رو تعقیب کنید از طرف شب، زیادتر دمی اوقات، یعنی در هر ساعت که باشه، مثلا 1 بجه 2 بجه 3 بجه 4 بجه، شما میتونید که بین 10 دقیقه آن ساعت الا مثلا 12 دقیقه، بعد از او مثلا 18 دقیقه تا 23 دقیقه آن ساعت، بعد از او 48 تا 53 دقیقه آن ساعت را در هر ساعت که باشه تعقیب کنید. باز امروز سوالات غیر منظم از طرف صبح باز آمد. سابق مثلا از طرف صبح در چند روز گذشته سوالات در اوقات مختلف می آمد یا هیچ نمی آمد، ولی امروز باز هم ساعت 6 بعد از او سوالات آمد. یعنی ولی ساعت 7 و نیم و 8 وقت سوالات در مورد ساعت نامد، در اوقات مختلفش آمد. از طرف صبح مثل سابق امروز بود زیادتر، ولی تا اونوز هم از طرف صبح ثابت نیست وقت اوقاتش. اگر 2-3 روز متواتر به می تایم آمد، یعنی باز میتونیم که بگوییم که ثابت است، ولی از طرف شب ثابت است. شما میتونید دوستای عزیز رو تعقیب کنید.